به به. آخ ز هوشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد. آخ دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد. جانم جان ماشالله بیا خوشگله. جانم ناز قد شیرین کار دیشب که دلت پیش دلم بود گرو دامان مرا سخت گرفتی که نرو. حالا که دلت به دیگری شد مایل کفش کد من راست نمودی که برو. بدو 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 نباتی بدو 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 نباتی شیرین تر از نباتی تا میخرن تو بفروش فردا میشه کساتی. میمیرم و تب میکنم برات آه در بساط نیست حواله یه بانک میکشم برات قلم و دوات نیست داری رو روی دارایی روی. ماشالله قربان تو من دوباره قربان تو من قربان سر زلف پریشان تو من ای یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا ای یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا. بله 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 قربان بله بله واسه بینم. بله بله چیه تو کی هستی؟ غلام من مبارک. برو بینم آقا جون چاخان نکن. مبارک من سبزه بود خوشمزه بود. تو کی هستی با این قیافه بد ترکیب؟ سلب ریدی شدی؟ چی شدی؟ آها منظورت اینه که چهره شدی معروف شدی. خب آقا شبیه مایکل چپکن شدی. مایکل جکسون منظور. برو بینیم آقا اگه تو مبارکی راست میگی پس سلامت کو؟ کجا بری بیاری؟ گذاشتی بانک؟ برای چی گذاشتی بانک؟ جایزه بگیری؟ برو وردا بیا فردا سلامتم بهت نمیدن. جونتو تو میتونستی یک کلمه این بچه آدم به این حضار محترم سلام کنی. آقایون محترم سلام علیکم. خانومای محترمم سلام علیکم. موچولای عزیزم سلام علیکم. خیلی خوش آمدین صفا آوردین به دیدن این مبارک. آقا عمو جون تو به همه عالم و آدم سلام کردی به من چرا سلام نمی کنی؟ من حسودیم شد. بله؟ خانوم بزرگ کیه؟ من خانوم بزرگم؟
خجالت بکش، من مردم. میگه بلا نسبت، مگه شک داری که من مردم؟ جون تو من مردم. میگه بلا نسبت. بابا از کجا معلومه من؟ خب آقا جون من سیبیل دارم. که رو یخ بخندی. گربم سیبیل داره. آقا جون من ریش دارم. بازم ریش داره. بابا جون من اسم دارم، رسم دارم، سجل احوال دارم. اسمم چیه؟ اسم من کیوان کیوری. حیوان یوری چیه؟ زایمون کردی که اگه رو زبونت نمیچرخه من یه اسم دیگه هم دارم. بسیار خوب اونو میگم، ولی حواستو جمع کن، آبرومونو نبر. بسیار خوب. جناب جوراب نه، جناب مستطاب. چراغ مستراب چیه؟ جناب مستطاب میرزا کروغلی. کپوغلی بده، آدم به کسی نمیگه کپوغلی. همونجور که به اینا سلام کردی یه کلمه به منم سلام کن، قالو بکن. سنبال ملیکم نداریم. آقا جون حواستو جمع کن، بگو سلامون علیکم. اره کنم؟ مگه من نجارم که سلامو اره کنم؟ سلامون علیکم. تو سرت بخوره اون دوربین. اینجا واستا، چشاتو خمار کن. خماره. لباتو قنچه کن. قنچه است. حالا شیک و تمیز این بچه آدم بگو سلامون علیکم. لا اله الا الله. پاشا بینم جونم مرگ شده دیگه، داری منو عصبانی میکنی یا؟ عصبانیشم چیکار میکنم؟ بله یه پاتو میذارم اینجا زیر این پام، اینجا یه پاتم میگیرم دستم مانند کرباس جرت میدم. مثلا اگه عصبانیشی چیکارم میکنی؟ مثلا چیکارم میکنی؟ پدر و کجا رفتی؟ مبارک اون بالا رفتی برای چی؟ اگه مردم بیام بالا خودت خواستی یا همونجا وایستا که اومدم. و کجا رفتی؟ کجا؟ مبارک اگه حالا تو مردی تو بیا اینجا. آها گرفتمه. بذار من یه ذره تو رو ادبت کنم، بی تربیت شدی. آها اوخی راحت شدیم از دست این مبارک. تو مردی خیر سرت، مرده که حرف نمیزنه. این 5 تومنی مال کی؟ مال توه مبارک. از بس منو اینجا بالا پایین بردی من خسته شدم، این گلوم خوش شد. آب حوض؟ مگه من قورباغه‌ام که آب حوض بخورم؟ آب خنک؟ یعنی تو مردی بری برای من آب خنک بیاری؟ آب شاهد باشین رفت آب خنک بیاره. آب بابا مرد حسابی رفتی یه لیوان آب خنک بیاری، این همه را من پاشم بیام بالا؟ مراسم میگه داره. من تا حالا آب با مراسم نخوردم، ببینم چجوری. آب اومدم بالا. خب آستینمو دیگه برای چی بزنم بالا؟ مراسم داره. بسیار خوب. مثل که مراسمش پیچیده است. اینم آستینم زدم بالا.
چشامو دیگه برای چی ببندم؟ مراسم داره. اینم چشام بستم. آها دهنم رو وا کنم، میخوای مستقیم بریزی دهنم. بسیار خوب. آها به قبر پدرت بریزه این آب. خنک شدم. مبارک داستان چیه؟ برای چی اومدی اینقدر سر به سر من پیرمرد میذاری، ما رو ضایع میکنی؟ هی این چه خبریه تو داری من ندارم؟ بله اومدی عید دوردوز و تبریک. عید دوردوز دیگه چجوریه؟ منظورت عید نوروزه؟ آها عید نوروز اومده بهتون تبریک بگه. خب بگو ببینم. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. جانم جان. ماشالله بیا خوشگله. به به خدا دیدن روی تو یا دادن جان مطلب ماست. پرده بردار ز رخسار که جان بر لب ماست. بت روی تو پرستیم و ملامت شنویم. بت پرستی اگر این است که این مذهب ماست. اشمکم به ما ای مه بابا، تیر جان سوزد میخورد بر ما. داره روی داره روی داره روی. چرا همچی میشم من، کج و کوله میشم من، وقتی غیر میدی تو یه جوری میشم من. غیر بده غیر بده گردم بیا غیر بده. غیر بده تا کمرت نرم شود، قلبه هات کار کند گرم شود. ای حبیب من ای طبیب من، عشق روی تو شد نصیب من. داره روی داره روی داره روی. سیاوش ستاری، ما گروه خیمه شب بازی ساینا پاپت حدود 30 ساله که کار خیمه شب بازی میکنیم به شکل خانوادگی و دوستان دیگری که در واقع در این مکتب با همدیگه پله پله بالا اومدیم. عرضم به حضورتون که وظیفه خودم میدونم در مورد تاریخ خیمه شب بازی، هرچند اگر نخواهیم بگم. حضرت نظامی میفرماید 6000 استاد دستانساز، مطرب و پایکوب و لعبت باز. گرد کرد از هوا هر شهری داد، هر بقعه را از آن بحری تا به هر جا که رخت کش باشند، خلق را خوش کنند و خوش باشند. این داستان 6000 مطرب نوازنده پایکوب عروسک گردانه که از بلاد شرق به دستور بهرام گور پادشاه ساسانی گردآوری میشن تا در سراسر ایران برای خلق شادی سازی کنن. این یکی از و شاید مهمترین سند تاریخ هنرهای نمایشی ایرانه. ما 1600 سال به روایت این قصه تاریخ هنرهای نمایشی حداقل داریم. خیمه شب بازی هنری است بیش از 1000 ساله و ویژگی های بسیار جذابی داره و هنوز که هنوزه بعد از 1000 و اندی سال نمایشی است جذاب و هنوز کارکرد داره و هنوز ویژگی هایی داره که مختص در واقع نمایش عروسکی سنتی ایرانیه. عروسک های ما فرهنگ
شادی، فرهنگ نشاط، فرهنگ موسیقی، فرهنگ رفتار آدم‌های کوچه و بازارمون رو در طول تاریخ جمع کردن، توی این قاب در واقع حفظ کردن. یک قطعه با هم میبینیم که توش آدم‌های واقعی در واقع تهران قدیم هستن، مثل سقا که شاید دیگه هرگز ما نتونیم ببینیمش، یا سپور که یه عمو حسن سپوریه که به جای اینکه کوچه خیابون رو جارو کنه و نظافت کنه، آدم خوشمزه‌ای بوده، برای مردم میرقصیده و شادشون میکرده. و عروسک عمو حسن سپور تو خیمه شب بازی از شخصیت واقعی خوشمزه تهران قدیم در واقع الهام گرفته شده. ماشاءالله، یواش بیا بابا جانم. خدا برفتم بر در شمس العماره، همون جایی که دل بر خونه داره، زدم بر حلقه در، یارم اومد دم در، بگفت کیست؟ بگفتم من غمگین، من مسکین، عشق کم بن ما ای مه بابا، تیر جان سوزد میخورد بر مدر روی دیره روی درای روی. یک دو بیا بابا. السلام علیکم بابا جون من، شما کی هستی؟ سقای اردوی سلیم خان. برای چه کاری اومدی؟ اومدی آب بپاشی؟ تا زیر پای این مهمانان محترم گرد و خاک هوا نره. ماشالله چه کار پسندیده ای. این مشک شما آبم داره. یواش. آها فشار ندم. بسیار خوب، از چپ به راست، از راست به چپ شروع کن به انجام وظیفه. آی مشکی بزن مشکی، ای آب به پشت سقا. آی مشکی بزن مشکی، ای آب به پشت سقا. آی مشکی بزن مشکی، ای آب به پشت سقا. بابا آب مشک شما تمام شد، کار شما هم تمام شد، دست و پنجه شما درد نکنه، بفرمایید تشریف ببرین. بله بله، حق و حساب بدم. خجالت بکش. الحمدلله در مملکت اسلامی کسی حق حساب نمیگیره شما مداخل داشته باشی. برم بابا، تا دستم میرسه واسه حق حساب بگیرم. برو خجالت بکش. پول بدم؟ من که پول ندارم. آقا جون برو فردا بیا، من یه پولی میگیرم یه انعامی به شما میدم. قول میدم. برو. یک دو. بیا بابا. السلام علیکم جان شیرین من، شما کی باشین؟ بله شما. خودت چی کاره ای؟ اسم چیه؟ رسم چیه؟ نام فامیل؟ نام پدر؟ سجل احوال؟ عمو حسن سپورم. سپورم آی سپورم. عمو حسن. عمو حسن من فهمیدم شما چی کاره ای. شما سپور نیستی که، شما رقاصی.
رقاص خودمم. رقاص بابامه. رقاص جد آباد منه. بسیار خوب، کاری نداره که. تو یه دقیقه حوصله کن آقا، یه تیکه شاد بزن، میخوایم آزمایش کنیم ببینیم رقاص کیه. میگه نزن. بزن. پدر سوخته چه قری هم داره تو کمرش. رقاص پدر خدا بیامرز من بودا، این بی تقصیره. مبارک، بیا بینم سپور دعوت کردی، رقاص دعوت کردی، 2 ساعته داره میرقصه، خسته کرد ملتو. داداش برادر میگه شما سپوری، شما رقاصی. میگه بشین خوش باش. بزن. حالا ولکنم نیست. داداش میگه اگه رقاصی هم هیچ اشکالی نداره، فقط بهم بگو. میگه بشین خوش باش. بزن. حالا ولکنم نیست. داداش میگه دیگه دارم عصبانی میشم. دیگه داره اون رو سگم بالا میاد. میگه بشین خوش باش. بزن. بشین خوش باش. بشین خوش. واستا بینیم چی رو مرمت زیاد. بیا اینو وردار ببر دکتری، دواخونه، مریض خونه، جایی برسون. میمیره خونش میفته گردن ما. 1 2. السلام علیکم بابا جون من، شما کی باشین؟ یاقوت خان تبال. خب برای چه کاری اومدی یاقوت خان؟ بابا شما جد در جد رسم داشتین. خب تا در عید نوروز بیاین تبل بزنین، یه پولی بگیریم بذارین جیبتون. آقا جون من همچین چیزی تا حالا نشنیدم. من تکم، میر نوروزی، نمیدونم 100 تا رسم دیگه شنیدم، ولی از پدر و پدر بزرگ رسمه. تو داری چاخام میکنی، دکون زدی برای خودت، یه رسمی را انداختی پول به جیب بزنی. نه کاری نداره. آها، یه هشتکی بزنم تو فضای مجازی، فردا 6 صبح رسم میشه. بله دست پنجه شما. آقا جون حالا این همه داری داستان سر هم میکنی، این تبل شما صدام داره؟ صدا داره، خوشمزه است، بامزه است. خب اینقدر تعریف میکنی، این مخاطبین محترم این برنامه میتونن از صدای تبل شما استفاده کنن؟ چشامو وا کنم؟ چشام وازه، گوشام هم وازه. دهنمو وا کنم؟ مرد حسابی چشم برای دیدن، گوش برای شنیدن، دهنمو برای چی وا کنم؟ بس که خوشمزه تبل میزنی. حالا اینقدر تعریف میکنی، به فرمان خودت میزنی یا به فرمان من؟ آها، به فرمان من میزنی. بله من بزرگتر از شما. آفرین، احترام بزرگتر البته که واجبه. من جای مادر شما؟ خجالت بکش، مگه من شوخی دارم با تو؟ من تا 3 میشمرم، این تبله رو بزن، بدو برو. 1 2 3.
رپتی پتی رپتو، رپتی بابا رپتو، هفت و پتو رپتو، آه رپتو، آه رپت، آه رپت. بس لا اله. مگه قرار نشد به فرمان من بزنی؟ آها حواست نبود. من گفتم دیگه بسه، دست و پنجه شما درد نکنه، تشریف ببرید. خوب بود خوب بود. بله دوست داشتیم. برو. گرفتاری شدیم از دست رسمی. عمو جون بهت گفتم دیگه نمیخوام بزنی. دیگه نمیخوام بزنی. بابا منم از اول همینو گفتم دیگه. برو. لا اله الا. عمو جون دوست دارن؟ آقا جون شما فارسی بلد نیستی؟ فارسی بیل میری یعنی ترکی. بسیار خوب. آقا جان ایستمیرم چالما. آی ایستمیرم چالما، آی ایستمیرم چالما، ایستمیرم و ایستمیرم، ایستمیرم و ایستم. مگه نگفتی من ترکم؟ ترک نیستی؟ تو عربی. بسیار خوب حاجی رو. تا حال شوی شوی، تا حال شوی. آقا جون اگه فارسی بلد نیستی به چند زبون زنده دنیا بهت بگم. ترکا میگن گت، رشتیا میگن بوشو، خارجیا میگن گو. ده برو خسته کردی منو. رفتی؟ بسیار خوب. یک دو. لا اله. برو. یک دو. آقا برو. یک دو. اون بالا رفتی چیکار؟ بابا این پایین به اندازه کافی زدی دیگه. لا اله الا الله. این دیگه تنش میخوره. برو. جونم مرگ شده. برو. بابا بند دلم پاره شو. برو. جانم جان. خدا ماشاءالله. ظهر من فلک زده دوچار مشکلی شدم، به سرعت اتومبیل تو توپخونه گلی شدم، سوار ماشین جدید مشتی ممدلی شدم، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی، با پرده های مخملی با چوبه های جنگلی، امیریه بی معطلی اشوه کم بین ما ای مه بابا، تیر جون سوزد میخورد بر مدر روی تیر روی دارای روی. خب حدود 30 سال پیش من این شانس رو داشتم، بعد از سالها که خیمه شب بازی در واقع وجود نداشت
و حالا به هر حال در طی درخواست‌های جشنواره‌های جهانی استادای پیر و پیشکسوت این کار رو دوباره صدا کرده بودن و جمع و جورشون کرده بودن که اجرا کنن. این شانس رو داشتم وقتی دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا بودم ارتباط بگیرم با 2 تا از اساتید برجسته پیشکسوت این هنر و پیششون شاگردی کنم. البته خب دوره واقعا سختی بود به این واسطه که اونا معلم نبودن، مجری این هنر بودن. استاد شیخ احمد خمسه‌ای و استاد اصغر احمدی، من پیش هر دوشون در واقع این شانس رو داشتم شاگردی کنم. کارشون این بوده که تو مجالس خصوصی و مهمونی‌های مردم در واقع خیلی به ندرت بتونن در واقع این فرصت رو داشته باشن که اجرایی کنن. خب سالها کافه‌ها تعطیل بود، کاباره‌ای وجود نداشته، اصولاً مکانی برای تقاضای رسمی برای این هنر وجود نداشت، تا اینکه سال 67 فکر می‌کنم 66 67 در واقع جشنواره‌های جهانی دنبال این ماجرا گشتن که یه روزگاری یک هنر نمایش عروسکی سنتی این گونه در واقع در ایران بوده چی شده و اساتید ما رفتن اینا رو، این پیرمردها رو جمع کردن، این پیشکسوتان رو آوردن و دوباره این رونقی به این هنر دادن و این در واقع اون نقطه طلایی ماجرا بود که فرصتی پیش اومد تا از شکل نمایشگر سنتی در واقع مطرب مردمی این هنر به شکل دانشجویی در واقع تحصیل کرده آکادمیک منتقل شه. این هنر اساساً همیشه پدر به پسر، پدر به شاگرد به ندرت اتفاق می افتاد، ولی غالبا پدر به پسر در واقع در خانواده منتقل می شد. ولی به یک باره در واقع این شانس به وجود اومد که این از یک قشر و فرهنگی به یک قشر و فرهنگ دیگر که حالا اهل پژوهش، اهل مطالعه است، اهل تحلیل کردن، اهل آموزش دادن مهمتر از همه منتقل بشه. خب مطمئناً خیلی از ویژگی های این هنر با رفتن اون اساتید و حتی رفتن اساتید اون اساتید در واقع فراموش شده، ولی به هر حال من خیلی خوشحالم از این که این فرصت، این وظیفه تاریخی بر گردن من نهاده شده که بتونم امروز خیمه شب بازی آموزش بدم، خیمه شب بازی اجرا کنم، دوستانی گرده هم بیارم که گروه های در واقع متعدد خیمه شب بازی هن و دارن فعالیت میکنن. تلاش کنیم به این که خیمه شب بازی رو دوباره نوسازی کنیم، در عین اینکه تأکید میکنیم بر این که ویژگی های سنتی این هنر حفظ بشه، مهارت های این هنر در واقع دوباره کشف بشه و مهمتر از همه این که این هنر مثل همون شکل گذشتهش در خانواده من در واقع ژنتیک شده، یعنی خونی منتقل شده و امروز من نسل بعدی این هنر رو در خانوادم دارم. این برای من جای بسی افتخار. خانوادم شهرزاد همسرم، ساینا دخترم، دوست بسیار عزیزم مریم، دوست بسیار عزیزترم محمد انشایی که الان اینجا با همیم و بسیار دوستان دیگری، سیاوش عظیمی، سپهر رضایی، امیر عباس مطلبی، خیلی دوستان. یک پیشکسوت هنوز داریم از این هنر که من هنوز پیشش دارم آموزش میبینم، در واقع سفرعلی محمدزاده سقا که ایشون پدرش خیمه شباز برجسته‌ای بوده که 15 سال روبروی باغ پارک ملت تهران، باغ وحش تهران خیمه شب بازی اجرا میکرده، روزی چند سانس پدرشون، و ایشون از کودکی پیش پدر فرا گرفته و تنها بازمانده اصیل خیمه شب بازی سنتی ایرانه. غیر از اون پسر استاد ماشاءالله اسدی نژاد. اینا در واقع شانس هایی است که من پیدا کردم در معاشرت باشون در واقع بسیار فرا گرفتم. ماشاءالله بیا خوشگله جانم. خدا من حسین بقالم از بچه های پامنار، میروم دروازه شمرون بهر یک بار انار. یک
زنی تازه گرفتم زشت و بد ترکیب و شور نام او بانو چغندر نام فامیلش لبو آی وای لبو آی وای لبو آورده ام تازه لبو آی مشربو اشوه کم بن ما ای مه بابا تیر جان سوزد میخورد بر ما در رای گیره رای درای رای به 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 ماشالله ناز قد شیرین کار یک دو السلام علیکم جان شیرین من شما کی باشین؟ ماشالله پهلوون پنبه خب پهلوون برای چه کاری اومدی؟ اومدی نمایش بدی چرخ میلبازی سپاه گبورگه کشتی خب آقا جون من اگه مرشد بشم بخونم یه ذره میلبازی برای این تماشاچیای ما میکنی؟ به روی چشم آقا بزن ببینم فغان ز هجر رو خیار فغان ز دوری نگار چه آتشی جان را حکایتیست آن را بابا بله بله میل شما دست من چی کار میکنه ماشالله زور بازو زیاد بود میلو انداختی رفت اون ور دیوار آقا مبارک اون بالا چی کار میکنی؟ رفتی اونجا هواخوری تو که اون بالایی این میل پهلوون اونجا ندیدی؟ میل ندیدی؟ یه گوشکوب داشت تو هوا میچرخید گرفتی؟ آقا جون اون گوشکوب نیست که برادر من اون میل باستانیه این پهلوونا باش ورزش میکنن بابا به پهلوون بگم پهلوون گوش کن ببینم میگه یک پهلوون سفید این البته سفید نیست یه خود رنگ پریده است از حبشه و زنگبار اومده میخواد با شما کشتی بگیره مبارک میگه میل منو بده تا باید کشتی بگیرم فرار نمیکنه آقا جون این یارو پهلوون شغلش کشتی گرفتن فرار چیه بفرست بیا ببینم آها تو مطمئنی میخوای با این پهلوون کشتی بگیری؟ این پهلوون راستکی ها تو رو بلند میکنه میزنه زمین عین خیار میترکی تو هم پهلوونی؟ تو پهلوون ننتی بازوهاتو ببینم اوه این که این سیب زمینی پخته میمونه خب میخوای کشتی بگیری؟ بسیار خب برو جلو وایستا چطور شد؟ ها بله این پهلوون نرمش کرده بدنش آماده است تو هم میخوای یه چند تا شنا بری بدنت آماده شه بسیار خب این تخته شنا من میشمرم تو شنا برو آماده ای؟ آماده ای؟ یکی و دو تا شد سه تا چار تا و پنج تا و شیش تا هم بابا تو که داری بندری میرقصی برم بسیار خوب
یکی یا دوتا، دوتا شد 3 تا، 4 تا و 5 تا، 5 مسخره کردی ما رو. 1002 تا شنا خیر سرش رفته. برو جلو ببینم. جاها عوض. برو عقب بیا جلو. بیا جلو. چی شده؟ پس چرا شاخ میزنی؟ کشتی بداری؟ این چه کشتیه؟ آقا جون کشتی جوون مردانه باید بگیری. کشتی فوت و فن داره. فن داره. برو جلو جوون مردانه. برو جلو ببینم. اوهو. پس چرا جفتک میزنی؟ فن زدی. این چه فنیه خیر سرت؟ فن جفتک نداریم که. آقا جون برو جلو، زیر یه خم این پهلوون رو بگیر، بلندش کن، بزنش زمین. بزن زمین. آماده ای؟ برو جلو. او زدی زمین. آفرین آفرین. آی 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 آی. میگه جون مادرت منو به زمین. میگه غلط کرده. جون ننت. آی 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 آی. چطور شد؟ آی بابای 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 بابا. پدر بابات بسوزه. به مرد حسابی تو خوردی زمین، پدر بابای من برای چی بسوزه؟ بابا مشتماله بده. مشت و مالت بدم؟ مشت و مال مگه اینجا حموم عمومیه که من تو رو مشت و مالت بدم؟ آها لطفاً دیگه گفتی لطفاً مجبورم یه کاری بکنم. بیا اینجا ببینم. آماده ای؟ آماده ای؟ بیا خوبی کن. آماده ای؟ اوخه اون یکی بسیار. اوخه پاتم هست. آها اوخه مرض. بابا جون مگه تو کشتی آدم قلنجم میکنه؟ بشکنم. بسیار خوب. اینم قلنج. بابا گلی به جمالت. بابا گلی به جمالت. جانم جان. ماشالله خوشگله. جونم یکی از یکی خوشگل‌تر. خدا شب که در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم، غرق خون بود ز حسرت نمی مرد فرهاد، خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم. ای حبیب من ای طبیب من، عشق روی تو شد نصیب من. دارا رای دیرا رای دارای رای. بیا بابا. السلام علیکم جان شیرین من. شما 4 عدد چی کاره باشین؟ 4 غلام پیاده. مأمور توپ و توپخانه.
از برای تمشیت بارگاه اومدن، جا بر جا قرار با آرام تا اومدن مهمانان. 1 2. بیا بابا. السلام علیکم بابا جون من، شما کی باشین؟ پهلوان برزو، قهرمان اردوی سلیم خان، از برای تمشیت بارگاه اومده. بفرمایید جا به جا قرار با آرام تا اومدن سلیم خان. 1 2. السلام علیکم بابا جون من، شما کی باشین؟ جمشید خان، میرشکار اردوی سلیم خان، از برای تمشیت بارگاه اومده، جا بر جا قرار با آرام تا اومدن مهمانان. 1 2. السلام علیکم جان شیرین من، شما کی باشین؟ فرخ خان، پسر سلیم خان، از برای تمشیت بارگاه اومدن. بفرمایید جا بر جا قرار با آرام تا اومدن سلیم خان. 1 2. ماشین داره میاد، شوفر یواش بپا. السلام علیکم مرا نور دیده مرا برگزیده، حضرت عالی کی باشین؟ به به، این سلیم خان که میگم پس شمایین. خب برای چه امری مشرف فرمودین قربان؟ از برای تمشیت بارگاه اومدین. بفرمایین تا پایان مراسم تشریف داشته باشین. شوفر مرخص. 1 2. یواش شوفر یواش. خب شاید خیلی دوست داشته باشن بدونن که این صدای جادویی و شیرینی که تو نمایش خیمه شب بازی رو زبون عروسک ها میشنون چجوری تولید میشه. این یه ساز جادویی بسیار ساده، بهش میگن صفیر یا سوتک. این توی دهان عروسک گردان قرار میگیره و عروسک گردان با دمیدن بر این ساز ساده صدای همه عروسک ها رو در میاره که شخصیت اصلی اون مبارکه. به به. ماشالله بیاین خوشگلا ببینم. به 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 به، این دونه انار یکی یکی. ماشالله. گروه حرکات موزون و فولکلور تقدیم میکنن. در سربالایی عشقت، در سربالایی عشقت به روغن سوزی افتادم، به روغن سوزی افتادم. ماشالله. بالات بلنده ابرود کمنده، بالات بلنده ابرود کمنده، میای
میان ابرود خال سمنده، میان ابرود خال سمنده. ناز قد شیرین کار ای یار جونی دلم رو بردی، ای یار جونی دلم رو بردی. رفتی کرمانشاه منو نبردی، رفتی کرمانشاه منو نبردی. ناز قد شیرین کار ماشالله اصل میباره از این صحنه. به 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 چرا همچین میشم من، چرا همچین میشم من، کج و کوله میشم من. وقتی غیر میدی تو یه جوری میشم من. در سایه ایزد تبارک